درباره نماز عید در مسجد جامع دوشنبه صحبت داشتم با عبدالله اشور، همکارم که در این نماز حضور داشت. عبدالله، مقامات برای تامین امنیت نمازگزاران در مسجد مرکزی دوشنبه چه چاره‌ها اندیشیده بودند؟ چاره‌های امنیتی خیلی شدید بود. طاهر، باید گفت که هنوز 3 روز قبل مقامات به کلی مسئولان مساجد کشور دستور داده بودند که تا 3 روز باقی ماندن به عید نماز فطر در مسجدها نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شود و نوبتداران امنیتی که در کلی مساجد جمهوری تاجیکستان گذاشته شده بودند، اونها شب و روز امنیت مسجدهای کشور را زیر نظارت داشتند. این بر ضمن آن که در کلی مسجدهای جمهوری نواربردارها و دوربین‌های نظارتی نصب شدند. همچنین صبح امروز مشاهده شد که در بسیاری از مسجدها مردم از سطح‌های امنیتی می‌گذرند و ناظران پلیس و هم دیگر مقامات‌های قدرتی یک نمازگزاران را تفتیش می‌کنند. اینجا در مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان هم نیز صبح امروز 2 صد امنیتی وجود داشت که کارمندان میلیسا و دیگر کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و در صد دوم هر یک نمازگزار از زیر تجهیزات تفتیشی آهن و یا به روسی متال اسکاتل گذرانیده می شدند و البته همه این چاره‌ها به خاطر امنیت نمازگزاران از سوی مقامات قدرتی تاجیکستان روی دست گرفته شده است. و عبدالله، در داخل مسجد رئیس شورای علما قبل از نماز چی گفت و یا مردم نمازگزار را به چی دعوت کرد؟ نماز عید سید فطر این صبح اول با موعظه سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان شروع شد. جناب عبدالقادرزاده البته در موعظه های خود ساکنان را به خیر و احسان کمک رسانیدن به محتاجان ناداران در این روز عید سید فطر دعوت کرده. همچنین گفت که از خراجات بیهوده و نالازم در این شب و روز عید خودداری ورزند. همچنین خود عبدالقادرزاده از خدمت‌های افسران کارمندان مقامات‌های قدرتی که در این شب و روز امنیت مسجدهای کشور را زیر نظر داشتند خیلی ستایش کرده، در حق آنها دعای خیر کرد. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت می‌کرد.